بازی میکردم، معلم منو دید گفتش که برو بشین. بعد من رفتم نشستم، گفت بیا اینجا. داشتم راه می اومدم، پاش آورد بالا، با کف پاش زد سینه من نفسم بند اومد. بعد من که دراز افتاده بودم زمین، با لگد گذاشت تو شکم من با معلم درگیر شد. فردای اون روز ناظم جلوی 300 نفر گفت انقدر میزنم که بگی غلط کردم. با شلنگ میزد، نمیزد که من بگم غلط کردم. من نگفتم، انقدر زد. بعد کاپشنش داره بود، برف اومد. معلم به من میگفت هر جامعه‌ای یک مهندس میخواد، یک دکتر میخواد، یک کارگر میخواد. علیپور اونیه که توی احتیاط تو جوب میمیره. میگید نه، نگاه کنید. ما که میکنیم خب در تلاش، اما هی روزگار نامرد یواش. دل ما به تنهایی عادت نداشت، انداختیم اون وسط آدم بداش. ولی من که خوب میدونی دارم